امروز اگه ما خودی عجی رمزون اینا گپ میزنم تو سبک و خود خوب باق شما بندازم اگه من یک دونه الو ایتا به درختا شما قدیشتم که من به چی پیار خونه باشو من به دروخ کجیر نمیگم تو سبب بکو اگه من امروز تمام الوها باق شما خیلی نکردم منه اگه من یک دونه الو به باق شما قدیشتم من به چی پیار کنیم چی کنم کس مازی نبود برای رمزون گفتم رمزون به من الو بدی عباخو به اینار بودم با تو الان درختات تو کلیش کشو میدی با بیایی ببینی یک الو به درختیه میفهمی گپ با کجاه براده تو به این آدم انا چی رفتی بود دست داد به نظرم انا کجی تو اینجا چه کار میکنی؟ چه کاره؟ صابر یا که پاس تو بسو صابر کو تو صابر کو کسای کنم آخه تو که برارم الو بستی میامدی به من میگفتی به تو الو میدادم تو به دوزی آمدی اثر درخت بفتدی یا که صابر کو تو آخه تو صابر کو که من سعی کنم چه کار شده صابر کو تو یک که من دست سعی کنم انا اشتاب پاس کردی تو آخه تو همین درخت کلا از تو نه تو همین درخت به می کلونی تو آخیشته بالا شدی تو چرا بزد خور به خاطر دو مشتلو خور بدبخت که باش که من کلا از این حال اشته بردارم یاره بگیره بگی کلا خور بگی کفشاخو بگی به دست کتر ببرم بودم به دست پیاتو الان نورالله میخوان مخواهیم که بچه با تو عدالت بندختی خبر نداره که بچه میای به لوزیزی میای صحابر کن دیگه چکار سنگینی کجی شتا سنگینی دست خودتونه من تو رو انداختم کی به تو گفت اکبر بابا ناشو با سر برفته حقو کلو یاره تو چی رقم آدمی که به گپ ما با پیار کنیم آگیل جو بابا تو کجا شده مثل سون به خر ولی پازی باد کرده بابا تو کجا یکی به ازدامه کجی چطور دیلک تو کمتم که شاگردی که بیش پای بخونه میکنی بخوادی چرا بابا من برفتم موتر عروسی رفتم چپکا موتر کجا بوده ای؟ بالا شده به سر درخت الو هم سر درخت شاخه بزیر پای بس که سبب شده به پی بابا من برفتم موتر عروسی بوده مثل که موتر عروسی چپا شده 17 نفر لنگای نابش کسته برفته که لنگای نار به جای اندازونه باشی حالا بگیر اکتم کمی کار کردی سبب که بابا کلا فندقی سبب کمی تو بگذار ساخ بزنم حالا کدو قسمته نه بابا تو پاس مجا بنداز چپ کن شما لالا بشینیم تو بزمین بشینیم پاک بس کوی پاک دیگه پاس کو بشینیم حال چرا نزنیم بشینیم بزمین بشینیم چپ کن شما کاین بالا خزین بگم بالا خزین ما بالا میخزیم تا کنی بگیری ماکان بگیرم آره ماکان چوب به جا بیفته بابا چوب بافته به جا بیفته بگم با تو راسو چوب کنه که به جا بیفته چوب به جا بیفته گیلا
سکو با جای افتاد چوب که یک دقیقه گیرک با جای افتاد کس کن بله بابا لنگ مرا رو پامه میزنی تو از این جگاه یعنی تو رو پامه میزنی گیرک با جای افتاد پایی بچون صبر کن پامه نه بابا این رو پامه تو میزنی اکثره صبر کن بله کن چرا کس پای چرا کس کس افتاد سر جا خو اخیری صبر کن من بافتاد سر جا خو چرا کس خوب شد گیرک جو تو باز بیشتر کار کردی میفهمی از چی پرهیز که ما بدی برو جو بزی شعله ندیم مرغ ندیم گوشت ندیم فقط بزی اول که منیم تقریبا نیم کیلو ترشی خب برزیم به داخل دوغا خب نیرولا جو برارم نیم کیلو پر مگس خودی 2 سیر پر مرچه خب پر مرچه و بال مگس اینا نیم کیلو به هم قطی کو خب فلفل هم قطی کو به اینجا شکستگی چرب کو فلفل چنده باشه سسه خب با جای که شکستی چرب کنو چرب کنه انا چیز فقط ترشی بزی زیاد بده 1 کیلو امال برون بستون را 1 کیلو بست خود دو قطی کو دوغام ترش مزه باشه گیرک جو خیر بینی امی تا که بعد اردام میخری اگه بود تو نبود اگه تو کمی کار پیش بود اگه نه امی تام نمیبودی ما چه کار میکردم پیش که میرفتم خیر بینی خداوند پاک تو عمر بده آن گیرک جو یا موز زده است تو آنه که زحمت خیلی کشیدی خیر بینی برو جو بفهمیدی همین الان که بگفتی انا من برم من میخرم بفهمیدی کولم بوده که نه چله نیلی لاجو برای یک کاری بکن ببرد به سرا مدار بگو لنگ از بگیر به مخ بسته کو بغل در مثل سیروم که نمیندازن بسته کو یکم یک تقریبا 2 بشکه او بگذاریم یخ کنه به یخچال منجمد چه بفهمیدی از روی همون منجمد تا بشمه که او یخ بزی فایده داره خیر بینی گیر لاجو آروم شده خیر بینی آره بابا الله از بودم که تو سال که بالا کن بگی است سنگینه خیر بینی خیر بینی برو از بودم که تو پایر به جای نقطه قرار شده چوپا برو تا خفتن چوپه خداحافظ زنده بشی آخه لیل ما جانم دلبریم نوری چشمانیم با بی وفای آنه بابو جان بابو نانه میگفتم بابو تو که چیز مردم بچه موتر چپشی به کجا رفتی بودی؟ بلد نگرد بابو جیگر ما بکندیم رو موتر عروسی چپه شده بود 17 تا پایینا بشکسته بود ایلا با کجا؟ با باغ مالاشی پایین با اونجی رفتی بابا برکو از اونجا با موتر خو تکر مر ببردنه به پیاده مگو برو برجا میری دیگه ایلا بابو چنده به شما پول داد؟ چیزی که نداد 1,500 بداد 1,50 هم بداد گفت اگه موتر چیزی به جلوی تو خود سوار شو برو دیگه به خونه خودته نه چیکار کنی؟ شم و چراغا روشن کنیم دستگاه دست علار زاده بشکنه گردن حروم زاده اینا را کجا بودی؟ از کجا بیا بودی؟ بابو شما بابو منیم هستم خب شما شاگرد من شاگرد شما نیم هستی بیبی من شاگرد شما نیه هسته دستگاه دست علار زاده اینا نیلیلا داد بچی و بستاد از درخت علو خب بچی خود بیاورد به پیش شما مگوتم بابو من مادر مگوتم نانه مگوتم همیتا شده برفته به قله اینا دستلام بگیرید پای من نختم به تجا به سجای نختی پریزای رم بگفتی پریزای رم بگفتم آفرین انا را جامر میگیری بابا به کل سعی کو که از من اضاف شی سعی کو بابا من تا عاقبت زنده نیم راست میگی تو باید همه کار مردم رای ندونی یکی میبینی بچی از بوم افتاد یکی میبینی از درخت افتاد یکی میبینی خر رو انداخت بالاخره مردم کارچلونی مردم رو بکنی زنده باشین بابا ببین خدا گرد حال من خیلی خوشم آمد است بابا خیلی من میگفتم این دیونیه اینه میفهمه حال با خدا از من خیلی کاتب تر شد زنده باشین ببین من گردنم بند باشه اگه به حساب هوشیاری بگیم مال خیلی از شما ببین خب بیشتر میفهمم من دیگه بابا بابو سبا ما با عمر خو مخلط نکردم سبا من میمونم یا 2 ماه بعد یا 3 ماه بعد یا 1 سال بعد اقلا بگن که گیلت شکسته بند همیگی هسته نواسی مالا شاگل هسته بریم به پیشونی
یعنی تا دو ماه دیگه میماریم ببو شما؟ آدم اعتبار نداره ببو. شاید هم به سر نرم. آره آه این کار کنیم ببو شما اگه ما باره خاک با کپی بله با کی نقطا بله بشوره دیگه آدم دیگه آدم به عمر پیگه یا شما پیگه یا من دیگه چری نه به خود داشتی ببو. خاطر من چشام نمیبینه الدی. بله خب با کجا میری؟ به سرا میری؟ دیگه بابا چیلی ایت میکنه؟ نه مغز سرم کار نمیکنه. مغز شما کار نمیکنه؟ نه خیلی امروز کدوم مسیر؟ از اون جایی که برفتم کمونا بسته کردم بعد خیلی خونمال بود خیلی مر وحشت وردش. ها آخه بزیر موتر دو تا سه تا پا اینا بزیر موتر شد و اخلا شد تا اینا رستقونار با هم بشوردم اصلا به جگرخونی. چوب کنه دل ایو شد بریم بابا